علیکم بفرمایید. عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد انصاری عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من از کردستان عراق تماس میگیرم جناب انصاری. از کردستان عراق بفرمایید برادر عزیز کرد. در مورد مطالبی که نشون دادی خواستم بگم که متاسفانه سردمداران مذهب شیعه با این نطق عجیبی هم که دارند مردم رو با خرافه گویی ها و کفر گویی ها و خیال پردازی ها چشم و گوش بسته کردند. یعنی درست مثل ساحران و جادوگرانی که در زمان حضرت موسی علیه السلام چطور در جلوی چشم مردم ریسمان و طناب به مار تبدیل می شد و حضرت موسی با عصای اعجاز آمیزش همه آنها را نیست و نابود کرد. درست. این شبکه های توحیدی هم موسیوار و با روی کردی توحیدی زیربنای این مذهب رو به لرزه در آوردند و همچنان که در آن زمان ساحرانی آمدن و بازگشتن و از کرده خود پشیمان شدن، امروزه شاعرانی که از خود حوزه علمیه تماس میگیرن و ندای توحید سر میدن. الله متعال یاورتان باشه. کردستان عزیز رو از دعای خیر خودتان بی نصیب نگردانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و رحمت الله و برکاته. الله به شما و به همه ملت شریف کردستان سربلندی و عزت نصیب بکنه. تشکر برادر عزیز. خدا زنده باشید، سلامت باشید.